شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند شب معراج جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و عزراییل علیه السلام نزد من آمدند. جبرائیل علیه السلام گفت: یا رسول الله، هر کسی که از امتی تو 10 مراتبه صلوات بر تو فرستد، از دست او گرفته بر صراط بگذرانم. میکائیل علیه السلام گفت: یا رسول الله، گوینده صلوات را از حوض کوثر سیراب گردانم. اسرافیل علیه السلام گفت: یا رسول الله، من از برای گوینده صلوات سر به سجده نهم، آمرزش خواهم تا الله گناه او را مغفرت نکند، سر از سجده نبردارم. عزراییل علیه السلام گفت: یا رسول الله، من روح گوینده صلوات را مثل ارواح انبیا قبض